آقا یه چیزی بگم با هم بخندیم. استقلالی ها رفتن زیر پست آخر خامس رودریگز کامنت گذاشتن و ازش خواهش کردن که بیاد استقلال. حالا خودتو ببینه ادامه ماجرا رو کامنت ها بهتون میگم. همون جور که خودتو کامنت هایی داریم میبینین تخمای خامس رودریگز رو گرفتن تو دست و دارن میمالن و التماس میکنن که خامس نیم فصل بیاد استقلال، ولی نمیدونن همین آدم بدبخت 40 ساله که آوردن الان مثل سگ پشیمونه که کجا اومده. این بنده خدا آدم اصلا نمیدونه آقا استقلال چیه، عروس آسیا کیه. اومد استقلال و روبرو البته او بلاکو سرش در اومد. الان میخوان این بدبختم بگشن ایران و فوتبالشو بالکل تموم کنن. پیام من به خامس جون دورت بگردم، اینا کسخلن، اینا بدبختن، اینا همیشه عقده همچی بازیکنایی دارن میارن فوتبالتو تموم میکنن ها. از ما گفتن نه یه وقت بیایی یا بدبخت میشی یا آبروت میره شرفت میره ها.